دوستان خوش اومدیم به ویدیو جدید. امروز اومدیم با ویدیو مصاحبه با آقای هیولا. امروز اومدیم ریاکت با مستر بیست و چنل متیو و چنل مورد علاقه من و اینکه واقعا عاشق این چنلم. دارم واقعا میگم یکی از بهترین چنل هاییه که برای سرگرمی و شادابیه. البته به پای چنل من نمیرسه ولی خب آقا امروز اومدیم با ریاکت به مصاحبه مستر بیست و اینکه ببینیم چطوره و اینکه قطعا چیز خفنیه. حالا بریم ببینیم چیه. اگه چنل سرگرمی خواستین این چنل هست و چنل گیم همون ماینکرافت رو خواستین ترپتور گیمینگ عکسش بالای صفحه میاد اونجا هم هست، میتونید برید حساب کنین و همین. بریم سراغ ویدیو. خب دوستان بریم سراغ ویدیو. من میکروفون یه ذره نزدیک کنم به صورتم. راستی نگفتم پای میکروفون خفن گیمینگمون رو معرفی بهتون نکردم و اینکه قراره یه دونه میکروفون بخریم و قراره ولاگ ها و ویدیوهای غیر از پشمیزی زیادی تو چنل بیاد. یه حمایت ریز بزنید. دمتون گرم. بریم سراغ ویدیو. سلام. یه قسمت دیگه از این برنامه اون پای سپایه چرا افتاده؟ اسمش یادم نیست. خوش اومدین. من متیو هستم و مهمون امروز ما عامل درآمد نصف یوتیوب فارسی پدر دوبله ایران آقای هیولاست. چرا؟ راست میگه. تعجب کردی هر کی تا الان تونسته دوبله کرده از ویدیو مستر بیست برای بالا اومدن پیجشون. اینا واقعا راست میگه. نصف درآمد یوتیوب فارسی همینه. من اکسپلور یوتیوبم به همون بخوایم خودمون بگیم اکسپلور یوتیوب الان نصفش ترجمه های ویدیو این آقاست. مستر بیست این کار کرد. بعد یه تامنیل خود مستر بیست میزنن و یه فارسی هم می‌نویسن زیرش. آجی هیپوپولوژیست اون پشت نها کن اینجا. وای وای خدا واقعا خفنه. بریم سراغ ویدیو. آقای هیولا کلمه مستر بیست هم شما دوبله کردین باشی یا فارسی حرف میزنی چرا تو؟ من فارسی کلی کم ولی خب این ایرانی‌ها اینقدر دوبله کردن دیگه خسته شدم. گفتم خودم فارسی یاد بگیرم بیام اینجا حرف بزنم براتون. از دوبله ها ناراضی یعنی؟ بابا اینا دیگه شورشو در آوردن. مسیح وکیلی همین روزاست یکی رو من استراک بزنه. اینقدر که الان من دارم برای کانال اینا تلاش میکنم خودشون نمیکنن. دقیقاً من یکی رو من استراک بزنه. راست میگه. ویدیوهای توی ایرانش 10 برابر ویدیو خودشه. منم با این مدل محتوا خیلی مخالفم. تو دیگه حرف از مخالفت نزن. با هوش مصنوعی تمام جانداران زنده دنیا رو دعوت کردی ویو بگیری. راست میگه. اینو راست میگه. و این که من از چنل متیو به شدت خوشم میاد اینه که خودشو دیس میکنه. واقعا این دیس میکنه. و اینکه واقعا این یکی از خفنی این چنله که من خیلی دوستش دارم و حتما یادتون نره اونجا رو ساب کنین ها. اونجا رو واقعا ساب کنین. تبلیغات چیزی هم نگه. کسی تا حالا پول دستی قرض کردی؟ الان انتظار داری بگم غلام رضا؟ نگی ناراحت میشم. دنبال ایمپرشنی از ما عوضی؟ کی میخوای صد درست کنم؟ آره خب قیافت شبیه سمور آبی بود خواستم باهاش شوخی کنم. پودک میشناسی؟ نه کیه؟ نسخه ارزون قیمت ایرانی خودت با یه تفاوت ریز. چه تفاوتی؟ تو چمدون پول میدی اون پول یه چمدون الباسو میگیره بهت هم نمیده. ایران آجی خفن بود واقعا. پودک اینجا دیس کرده. ویدیو نمیگیری؟ ایران نه. چرا؟ ببین ما 3 سال پیش اومدیم سر $100 یه دایره کشیدیم گفتیم آخرین نفری که اینجا بمونه پولو میبره. خب چی شد؟ هنوز تو دایره‌ن اونا. به کارهای دیوونه وارد معروفی. گذاشتن ماشین رو ریل قطار، گور به گور کردن خودت. اسکوید گیم ورژن مناطق محروم ماینکرافت بازی کردن. اسکوید گیم ورژن مناطق محروم. ماینکرافت بازی کردن با صدای نیمه بلوغیت. میشه تو ویدیوهای بعدی یه کاری کنی که فدایی به پوری دیس بده؟ نیمه بلوغیت. آجی ایول واقعا داره دیس خفنی میکنه. ببین اون دیگه حتی از دست منم بر نمیاد. از کی شروع کردی به خیر شدن؟ منظورت پول دادن به فنامه؟ هیتلر رو کن. منظورت پول دادن به فنامه؟ نه منظورم راه کسب درآمد برای یوتیوبرهای ایرانیه. ببین داداش من برای یه ویدیو 3 نفر رو گذاشتم تو یخچال. احتمالاً تا الان دیگه یخ زدن. کی تمام میشه این برنامه؟ کارو تو از زیر زمین خونه مامانت شروع کردی. چی تو زیر زمین خونه های شما خارجی است که اینقدر همتون موفق میشید؟ راست میگه. واقعا راست میگه. 90% یوتیوبرها از زیر زمین شروع کردن و 90% رپرهای ایرانی از زیر زمین شروع کردن. این از بازی زندگی. چه چیزی فیلتر نیست. منطقیه. مشخص شد انگار لاتاریات همه فیک بودن. چی فیک؟ نه بابا کی گفته؟ دلیلی داری برای اثباتش؟ ببین پول میدم بهت به همه بگو فیک نبودن. قبوله؟ اینقدر زود قبول کردی؟ آره بابا ما سگ پولیم. ما سگ پولیم. گیم، کارخونه شکلات سازی و کلی فیلم دیگر رو ساختیم. موضوع ویدیو بعدی چیه؟ بازسازی اوپنهایمر. چی؟ کی؟ کجا؟ همینجا، همین الان.
واقعا میتونم بگم یکی از خفن ترین چنل هاست و این که واقعا میشه روشون حساب کرد. اخبار رفت فارسی قسمت 2 رو ما ریاکت رفتیم ولی اینجا چرا چیز زده نمیدونم. واقعا یکی از این خفن هاست و اینکه اینم چنلشونه و اینا رو همه رو ریاکت رفتیم. میتونید ویدیو قبلی رو نگاه کنید، شایعه و هیدن. آجی میخوام ببینم پوتک آورده پوتکو نگاه کن. گویدنو اینجا چیکار میکنه؟ اینو پوتک بلاندیت کوروش زرنده آراد رضا آینه رو آورده. آها غلام رضا کیست؟ بطلسه حمید صفت پیکور سانه شکر صحابیل شد محسن لورستانی. آجی فکر نکن والکوور هم آورده آجی ایول. فکر نکن ساش مانگن چه این شکله. فکر نکنم پوتک آورده باشه ولی اینکه قطعا توی برنامه‌اش هست. من اینو تضمین میدم که پوتک قطعا تو برنامه‌اش هست و اینکه خواهد آوردش. آقا دمتون گرم تا اینجا ویدیو اومدید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. زنگوله ترایرم آل بذارید که قرار ولاگ های خفن، ویدیوهای خفن هم از چند تاش که یه دونش اسپویل کردم و دوباره میکنم خرید میکروفونه که چند روز دیگه قراره بگیریمش. حتما مطمئن بشید ساب کردیم و زنگوله آله. همین دیگه آقا دمتون گرم. خدا نگهدار.